یعنی میخوای بگی جریان طبس و معجزه خدا و طوفان شن و همه اینا دروغ بوده؟ اینم یه دروغ دیگه بود که بهتون گفتم. اگه میخوای بدونی داریم راجع به چی صحبت میکنیم، قسمت اول پشت پرده دنیا رو ببین. و اگه برات سوال شده که اینا چه ربطی به آگاهی داره، باید بهت بگم که تو قسمت آخر این پشت پرده دقیقاً قرار متوجه بشی که ربطش به مسیر آگاهی چیه و اینکه ما چرا باید آگاه باشیم. گفتیم که هر موقع از این به بعد اسم آمریکا رو تو این ویدیوها شنیدید، یاد خانواده روتشیلدها بیفتید. خب پس یعنی روتشیلدها داشتن تو طبس یه سری کارها انجام میدادن و خب خانواده مقابل اینها کی بود؟ آستورها که تو روسیه بودن و روسیه هم اومد که به قول معروف چوب لا چرخ این کار انجام بده، طبق معمول همیشه که آستورها چوب لا چرخ روتشیلدها میکرد. محمد رضا شاه هم که تصمیم داشت تو ایران یه قدرتی درست کنه که عملاً تو کت روتشیلدها و پشت پرده دنیا نمیرفت که بخواد یه قدرت خود ساخته اضافه بشه به قدرت دنیا. و جالبیش اینجاست که اون قدرت جزو آدمهای ما نیست، پس میتونه برنامه‌های ما رو به هم بریزه. این شد که اصطلاحاً اون موقع گوش محمد رضا شاه رو پیچونده که آقا حواستو جمع کن. حالا اینکه این پیغام رو چطوری به محمد رضا شاه رسوندن که محمد رضا شاه توی یکی از مصاحبه‌هاش انقدر هراسان شده بود و میگفت یه جمعیت کمی هم تو دنیا رو مدیریت میکنن، مطبوعات دستشونه، رسانه دستشونه. معلوم نگار از یکی از نزدیکان خودش اومده بود بهش گفته بود که مثلا بابا حواستو جمع کن. اونجا بود که محمد رضا شاه انگار ترسی وجودش رو فرا گرفته بود که این روتشیلدها، این پشت پرده دنیا چقدر قدرتمندن که حتی تو خانواده منم نفوذ کردن. خب روتشیلدها و آمریکا تو طبس داشتن به ظاهر فرودگاه درست میکردن، یه سری کار انجام میدادن تا اینکه حکومت تو ایران عوض شد و پای آمریکا از طبس یه جورایی قطع شد و 2 سال بعد انقلاب دوباره آمریکا تصمیم گرفتش که بیاد انگار کار نیمه تمومش رو تو طبس تموم کنه. یک گروهی به اسم گروه دلتای ارتش آمریکا شبانه به بیابون طبس اومدن و قبل از اینکه بخواد عملیات شکل بگیره، اون کاری که باید انجام میدادن رو انجام بدن، مجبور شدن از اونجا فرار کنن. به ظاهر به مردم گفتن که آمریکا تصمیم داشت که بیاد و از طبس به ایران حمله کنه، یعنی اونجا خودشون آماده کنن بیان به تهران، تو ورزشگاه امجدیه تهران فرود بیان، از اونجا عملیات رو آغاز کنن که بیان و اون گروگان‌هایی که از سفارت آمریکا روز 13 آبان گروگان گرفته شده بودن رو نجات بدن. این چیزی بود که به من و شما گفته بودن و اگه کمی راجبش فکر بکنیم میگه بابا اصلا نشدنیه این موضوع. بیان از اونجا وسط تهران بیای مثلا اسلحه بگیر، بابا مگه داری راجب فیلم هندی حرف میزنی؟ خب این چیزی بود که به من و شما گفتن. روزنامه‌ای به اسم روزنامه جمهوری اسلامی 2 روز بعد از اینکه آمریکا تو بیابون طبس شکست خورده بود، به نقل و قول از یک کسی که رفته بود و اون منطقه رو دیده بود یه مطلبی نوشته بود. تو این مطلب نوشته شده بود که آقا من به اونجا رفتم و یه سری هلیکوپترهایی که آتیش گرفته بودن، سوخته بودن، چندین تن از آدم‌های آمریکایی اونجا کشته شده بودن، کلی فشنگ بود که اونجا استفاده شده بود، کلی فشنگایی که از رگبار انگار استفاده کرده بودن. خب اینجا بود که برای من سوال شد، اینکه آمریکا مگه مخفیانه نیومده بود به طبس؟ پس این تیراندازی ها به کی تیر زده شده بود؟ آیا با باد و طوفان جنگیده بودن؟ به کی تیر میزدن؟ دشمن اونجا کی بوده؟
اگه طوفان شن اینها رو فرا گرفته بوده، پس تیراندازی برای چی بوده؟ خب سریع سوار می‌شدید، فرار می‌کردید، می‌رفتید. تا اینکه یه مطلب دیگه خوندم. ببینید این چیزی بود که ظاهراً به ما گفته بودن. خب این که 100 دروغ. حالا یه مطلب دیگه هم نوشته بود که بابا طوفان شن کجا بود؟ جریان از این قرار بود که آمریکا داشت از اونجا به افغانها مهمات میفرستاد و روسیه زمان محمد رضا شاه اومده بود به محمد رضا شاه گفته بود که آقا نذار آمریکا این کار رو انجام بده و خود روسیه هم نمیتونست بیاد جلوی اینا رو بگیره. چرا؟ چون اون موقع قدرت نظامی هوایی ایران قوی بود. تا اینکه دیگه محمد رضا شاه رفته بود، کشور عملا دیگه بی‌در و پیکر شده بود و آمریکا هم اومده بود اون کار نیمه تمومش رو انجام بده، روسیه گفته بود خب حالا که کسی جلوی تو رو نگرفت، خودم این دفعه میام جلویت رو میگیرم. پس اینجا معنیدار شد اون تیراندازی ها به کی تیر زده شده بود؟ به روسیه. خب پس تا اینجا معادله رو حلش کردیم. اون شب یه درگیری بین آمریکا و روسیه و برگردید پشت پرده، روتشیلدها و آستورها اتفاق افتاده. خب از این قسمت تا الان فقط همین یه تیکه رو تونستیم بفهمیم، یه تیکه‌ای که اصل ماجرا بود، واقعیت داشت، دروغ نبود. خب روتشیلدها و آستورها اونجا دنبال چی بودن؟ چرا باید بیای تو طبس، 2 تا قدرت پشت پرده دنیا که دشمنی شدیدی با هم دیگه دارید، چرا اونجا باید بیاید درگیر شید؟ اینجاست که به آگاهی معلوم میشه. آیا راجع به پورتال ها چیزی شنیدید؟ اینکه پورتال ها چی هستن؟ کجا هستن؟ چطوری به وجود میان؟ پورتال ها دروازه هایی هستن که بعضاً به ابعاد دیگه، به زمانهای دیگه، به دنیاهای دیگه باز میشن. و این پورتال ها چه زمانی بسته شدن؟ زمان حضرت سلیمان، زمانی که جنگ بین اجنه و شیاطین و انسان ها رخ داده که انسان ها تونستن اجنه و شیاطین رو به کمک سلیمان و سلیمان به کمک انگشتری که داشت شکستشون داد و اینها به بیرون از دنیای ما رونده شدن و دروازه ها بسته شدن. خب این دروازه ها، این پورتال ها، بعضی هاشون به واسطه انرژی طبیعت درست شدن و بعضی هاشون ساخته دست انسانن و اونهایی که ساخته دست انسانن به انرژی خیلی زیادی نیاز دارن. خب چند تا پورتال داریم؟ شنیده ها حاکی از اینه که 12 تا پورتال اصلی تو دنیا وجود داره و از همه مهمتر 4 تا از این پورتال های اصلی داخل ایران. خب دوباره انگار یه تیکه دیگه از پازل حل شد. پس یهودی ها، آمریکا، اسرائیل، حتی روسیه‌ای که با ما دست دوستی داده، پس شما دنبال ایرانید به واسطه این چیزهایی که داخلش. بحث منابع نیست، بحث نفت نیست، بحث پول نیست، بحث خیلی فراتر از این حرفاست. و لوکیشنی که برای این 4 تا پورتال اصلی تو ایران دادن، یه دونش تو خوزستان، یه دونش تو تبریز، یه دونش تو مرکز ایران، حالا یا شیراز یا یزد، و آخریش و مهمترینشون تو طبس. خب حالا برگردیم دوباره به جریان طبس. روتشیلدها تو طبس چی میخواستن؟ پازلتون داره حل میشه. روتشیلدها هدفی که دارن باز کردن پورتال هاست و تو این چندین سال اخیر، شاید تو چند صد سال اخیر، پورتال ها دونه دونه دارن باز میشن و برای باز شدن این پورتال ها نیاز به انرژی بسیار زیادی. انرژی نه فقط مربوط به نفت و گاز و اورانیوم، نه، بعضی وقتها انرژی که برای باز شدن این پورتال باید به کار برده بشه انرژی آدم هاست. هر خونی که زمین ریخته بشه
و با برنامه ریخته بشه و پشتش یه طلسمی، جادویی، اصطلاحاً دعایی اگه باشه، اون خونها تماماً انرژیشون از جانب زمین میره به سمت اون پورتالی که باید باز بشه. خب روتشیلدها داشتن تو زمان محمد رضا شاه بستر باز کردن پورتال طبس رو فراهم می‌کردن، داشتن مقدماتش رو آماده می‌کردن تا اینکه خورد به زمان انقلاب ما. انقلاب ما هم باید پشتش کلی داستان هست که باید تو ویدیوی بعدی بهتون بگم. انقلاب یه جورایی ساخته شده بود، اوکی؟ تا اینکه خورد به انقلاب. برنامه اینا نیمه تموم بود، رفتن و 2 سال بعد برگشتن که بیان دروازه رو باز کنن. و کی مانع این میشه که روتشیلدها به هدفشون نرسن؟ تو ویدیوی قبلی گفتیم آستورها اومدن اونجا و برنامه اینا رو کنسل کردن. درگیری سر این بود رخ داده شده بود. پس اون تیراندازی ها سر این بود که اینا میخواستن دروازه رو باز کنن، منتها روسیه اومده بود برنامه اینا رو هم بریزه. شاید خیلیاتون فکر کنید اینا تخیلیه، بابا همچین چیزهایی اصلا وجود نداره. کد بدم بهتون. آقای عراقچی برای مذاکرات از کجا سفر کرد رفت به سمت عمان؟ باریکلا. این یعنی این که آقایی که طرف مقابل من میخوای بشینی تو عمان، آقایی که طرف روتشیلد هایی، قطعاً سرانت و اون پشت پرده دنیا بهت گفتن که برنامه و نقشه هاشون برای دنیا چیه و شما تو ایران دنبال چیید. همین که این خبر پخش بشه که من عراقچی از طبس پرواز کردم اومدم به سمت شما، خود پشت پرده دنیا تا کلمه طبس رو ببینه خودش رو میگیره، میفهمه که منظور اینا چی بود که از طبس باشه. خب رسانه ها به ما چی گفتن؟ رسانه های ظاهربین به ما گفتن که ایران و عراقچی مثلا میخواستن که به آمریکا یادآوری کنن که شما اولین شکست رو از ما تو طبس خوردید. خب یه چیز ظاهری مسخره است، ولی باطن چی بود؟ باطن این بود که خواست به طرف مقابل بفهمونه ببین اون چیزی که شما تو طبس میدونی منم میدونم. فکر نکن نمیدونم که تو طبس چندین سال پیش اومده بودی دنبال چی بودی. حالا من ایران هم میدونم که اونجا دروازه هست و همین ترس رو بندازه تو جون طرف آمریکاییش که طرف آمریکایی ندونه این رفت طبس چی کار کرده، نکنه رفته یه حرکتی انجام داده، نکنه رفته انگولکی کرده اومده اینجا. میدونی اینا همش بازی روانی و ذهن و خیلی چیزهایی که از نظر من و شما تخیلیه. پس فهمیدید که روتشیلدها و آستورها سر باز کردن پورتال ها با همدیگه درگیری دارن و هدفشون از این باز کردن پورتال ها چیه؟ باز شدن پای موجوداتی که شاید 2-3 هزار سال پیش از دنیای ما بیرون شدن، یعنی پاشون دوباره قراره به دنیای ما باز بشه. و میدونی برای چی میخوان این کارو بکنن؟ منتظر بمون تا قسمت آخر پشت پرده